سرک وزیر عراق حیدر العبادی سوزا بداوی اینانا هبونا چکدار داعش لسر خاک عراق ددد. وإذا كان عام 2015 اگر سال 2015 سال رزگار که نبید با حالیکاریا خود سال 2016 دبیت سال سرکفتنا مزن و بداوی اینانا چکدار داعش لسر خاک عراق. افراگهاندنا سرک وزیر عراق پشتی آزاد کردن باجر رمادی روشاوای عراق دید. وزارت درویه امریکا پیروزباهی لحکومت و لشکر عراق کرد لسر سرکفتنا مزن و آزاد کردن باجر رمادی جدست چکدارین داعشه. آلای عراق لسر کوملگاه آواهی حکومت بلنبو و اوه بسرکفتنا که هر مزن یا لشکر عراق دیده دیتن پشتی شکستنا مزن سال 2014 و جدزدانا بهرکا مزن باکور و روشاوای عراقه. واشنطن دازانین هفریکیان سرکی ربری حکومت عراق و دستهلاتداری خوجهی پارێزگاه انبار دبن دواره آودان کرنه و وگرانا کوچبران. پیفدار وزارت درویه امریکا مارک تونر راگهان پنگاوین گرنگ لپیشیا دولت عراق ماینه. قناغا دوید وی پرسازی ده زحمت ده پیدا کرنا روشکی همو خلکی رمادی کاربن وگرن مالی خواه. هجدمهن راهنان لشکری عراق لسردست شیردوان و راهنان امریکا و قایل کرنا چکدارن عشیرت سنه او ناسیار به حشد العشائری ده بجداری کرنه دا دشار دجی چکدارن دولت اسلامی افسر کفتنه بخو وگرد. کدروی استراتیجی دا در بکام مزنه ده کمالین تروریستن چکدارن داعش دکوید. بعدين اولا بعد النفسي معنوي دور رهنتنه یا مورالی و درونی و یا استراتیجی داعش و بکویت بر آستانگین بر هفکرنا چک و تقمنیان و شروانان بو دورین جیر کنترول آوان لصلاح الدین و موصل جبرکو انبار جیدر بردوامی پیدانا داعشه. شارزا باور دکن رزگار کرنا باجر رمادی خالقا ورگیرانی دشار دجی تروریزم لعراق او ویره خوش بکتن با کنترول کردنا فلوجا و قائم لپارزگاه انبار و هر وصا برو باجر موصل. خالد فتاح دنگ امریکا.